الاحرام عقب صلات فرض، نیت کردن بعدی نماز فرض، یعنی این هم مستحب است. یعنی شرط و ضرور و شرط های عمره نیست که انسان بعدی نماز فرض نیت عمره کند، لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد نماز فرض نیت کردند. اگر تواند بعد نماز فرض نیت میکند، اگر نتواند 2 رکعت نماز شکرانه وضو میخواند، شکرانه طهارت. نه 2 رکعت نماز احرام نیست در شریعت، مخصوص 2 رکعت نماز احرام نیست، لیکن در شریعت مشروع است که انسان وقتی که طهارت کرد 2 رکعت نماز گذارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که کسی که مثل من طهارت کند و سپس 2 رکعت نماز گذارد و در داخل آن نماز با خود سخن نکند، یعنی همیشه متوجه به سوی الله تعالی باشد، تمام گناهاش بخشیده میشد. گفتم یعنی این حدیث دلالت میکند که بعد طهارت 2 رکعت نماز خواندن مشروع است. همین 2 رکعت نماز میخواند، بعد نیت میکند.